درباره فلسطین مظلومی که دیروز در آنجا جنگ شروع شد و خیلی امید داریم که پروردگار نصرت بدهد اهل فلسطین را، برادران مسلمان، خواهران مسلمانی ما را. فلسطین دولت مسلمانی عرب است که از سال 1948 بعد از اینکه خلافت عثمانی کاملا پشت خورد، این یهودها لعنت الله علیهم الی یوم القیامه آمدند و دیگر از دست مسلمان ها به زوری با یاردم اروپا و امریکا گرفتند، به زوری گرفتند و یک دولت مسلمان عرب را از آن خود کردند و دیگر کم 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 تمامی شهرهایش را از خود کردند تا اینکه فقط یک غزه کوچک ماند. اون غزه رو هم تا همین سال 2012 بود خطا نکنم، از اون ما میگفتن که دیگر 2012 بود فقط به حالش ماندن و الان همیشه در آنجا کی خواستند می آیند و به هزار یک بهانه از بالا میزنند، می آیند و غارت میکنند، می آیند و میکشند، در حالی که مسجد الاقصی مسجد سیومین قبله، یعنی ما گفتیم سیومین مکان مقدس ما مسلمان ها هست، بعد از کعبه و مسجد پیامبر و سیوم مسجد الاقصی هست و پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنجا رفتگی هستند. آنها نمیخوان که یگان مسلمان نرود، هر بار هر رمضان در آنجا مشکلی می شود و امروز یعنی از دین که شروع شد این جهاد حقیقی است. مثلا به این کسی شبهه نداره، چون مسلمان ها با یهود ها جنگ دارن، اون هم به خاطر زمینشون، به خاطر خاکشون، به خاطر ناموسشون که این همه سال این لعنتی ها با دست با کمک تمام کفار غرب یک جایه شدند و بالای این مسلمان های دولت فلسطین آوردن و حتی از خریطه هم گم کردگی هستند. اگر خریطه نو رو ببینید در خریطه نام فلسطین رو نمیبینید. دولت صهیونی بدبخت عبرانی ساختن و آن رو هم گذاشتن اسرائیل، در حالی که اسرائیل پیامبر الله حضرت یعقوب است که اصلا نام پیامبر نمیزبد به اینها و حاضره چیزی که در آنجا شده ایستاده است این جهاد حقیقی است. جهادی هست که مسلمان ها دارن جنگ میکنن برای آزادی زمینشون، برای رها شدن از ظلم یهودی، برای رها شدن از این. از سال 1967 بود کاملا از آن ما گفته همه جا را اعلان کردن، اما از 48 در آمدگی هستن. اول پناهنده شده در آمدند و بعدن چه خیلی گفتن با کمک غرب تمام یهودهای جهان آنجا رو گرفتن که در حالی که زمین خودشان نیست، جای آنها نیست. پروردگار خار ذلیل کند و این فئه قلیل، گروه اندکی مجاهدین امروز را که دیروز و امروز دیده ایستادیم و با دعایمان همراهشان هستیم، پروردگار خودش کمک کند. و علیکم بالشام گفتگی هستم. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی فتنه ها زیاد می شود شما به طرف شام روید، یا قسمی از فلسطین به شام هم داخل می شود. انشاءالله حدیث پیامبر است و انشاءالله پروردگار این گروه مجاهدان را خودش نصرت دهد.